سیستم مش وایفای دکو انفور TP-Link راهکاری عالی برای پوشش کامل وایفای در سراسر خانه شماست. این سیستم با ایجاد یک شبکه واحد و یک پارچه اتصال بی‌سیم پایدار و پرسرعتی را برای تمام دستگاه‌های شما فراهم می‌کند. جعبه دکو انفور رو باز کنید و دستگاه رو از اون خارج کنید. مطمئن شوید که مودم یا روتر اصلی شما به اینترنت متصله. کابل ایترنت رو به پورت لن یکی از دستگاه دکو متصل کنید. دستگاه دکو رو به پریز برق وصل کنید. اپلیکیشن دکو رو روی گوشی هوشمند یا تبلت خودتون نصب کنید. این اپلیکیشن رو میتونید از فروشگاه‌های اپل و گوگل پلی دانلود کنید. اپلیکیشن دکو رو باز کنید و یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید یا وارد حساب کاربری موجود خودتون بشید. اپلیکیشن به طور خودکار دستگاه دکو رو اسکن میکنه. دستگاهی که به روتر اصلی متصل هست رو انتخاب کنید. به شبکه وایفای موقتی که توسط دستگاه دکو ایجاد شده متصل بشید. دستگاه دکو اصلی رو توی مکان مرکزی قرار بدید. دستگاه دکو اضافی رو توی مکان‌هایی بذارید که پوشش وایفای ضعیفه. پس از تموم شدن تنظیمات به شبکه وایفای جدید خودتون متصل بشید و از اینترنت پرسرعت لذت ببرید. در صورت بروز هر گونه مشکل میتونید به دفترچه راهنمای کاربر دکو انفور مراجعه کنید.